وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. آیا هر کسی که ادعای این ایمان را کرد و با اندک اعمال ظاهری که نمازی با کسالا باشه یا نمازی با ریا باشه نیز داشته باشه، ما گفته میتونیم که یعنی طرف ایمان داره و مؤمن هست؟ آیا ادعای ایمان از هر فرد را، از هر طرف را میپذیریم یا اینکه شرایط و معیارهای خاصی است که طبق آن ما گفته میتونیم که طرف ایمان داره یا نداره، ایمانش ضعیف است، زیاد است، کم است؟ اگر بخوایم به مسئله پذیرش یا عدم پذیرش ایمان بریم و صحبت بکنیم، باید لاجرم به ناچار بریم سراغ آنچه که الله متعال برای ما معرفی کرده، چون ایمان رو اصلا خود الله متعال برای ما معرفی میکنه و الله متعال هست که باید بپذیره از ما. ما در قرآن کریم وقتی که نگاه میکنیم ادعای ایمان که بحث ایمان به الله تعالی و اینکه ایمان به هر حال ما فعلا در چارچوب شهر مقدس اسلام صحبت میکنیم، غیر از اسلام این دین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. صحبت این که دین نزد الله تعالی که دین به هر حال همون ایمان و باور حقیقی و راستین هست که انسان رو به فلاح میرسونه، فقط اسلام هست و غیر از اسلام هر کسی هر باور و اعتقادی داشته باشه از اون پذیرفته نیست. اما در چارچوب خود دین مبین اسلام وقتی که ما میایم نگاه میکنیم، هر ادعا و باوری پذیرفته نیست. من میام فکر میکنم خب من مسلمانم، من ایمان دارم. به چی ایمان داری؟ من باور دارم، من اعتقاد دارم. این باور و اعتقاد و ایمان رو وقتی که میایم میگذاریم در میزان شرع، ببینیم که آیا این ادعا و باور و ایمانی که من دارم، هر کسی بیاد پیش خودش نگاه بکنه، من خودم بشینم پیش خودم، ما همه بشینیم پیش خودمون، من ایمان دارم. ایمان من یعنی چی؟ این ایمانی که من دارم اصلا تعریف ایمان یعنی چی؟ من به چی ایمان دارم؟ به چی باور دارم؟ آیا این که من فقط میرم نماز میخونم؟ آیا این که من فقط یک وقتهایی به هر روزه میگیرم؟ آیا این که من فقط احترام دارم به کلام الله مجید میبوسمش، اگر افتاد زمین استغفار میکنم، استغفر الله میگم، آیا همین کافیه؟ آیا این که من در وجود خودم میگم خب الله هست و الله رو قبول دارم و قیامت رو قبول دارم، آیا همینقدر کافی هست؟ الله متعال وقتی که در ایمان ما در تعریف ایمان نگاه میکنیم، الله متعال در قرآن کریم در دایره کسانی که منتسب به اسلام هم هستند، در دایره کسانی که ادعای اسلام میکنن، گروهی رو معرفی میکنه برای ما که این گروه الله متعال میفهمد که ایمان اینها پذیرفته نیست، ایمان اینها ایمان حقیقی نیست، چرا که اینها در ادعای ایمان به الله متعال اون گونه‌ای که شایسته حق ایمان هست نیومدن که اون ارکانی رو که باید در ایمان بپذیرن، اون ترتیبی رو که باید در ایمان رعایت بکنن، اینها رو قبول نکردن و باور نکردن. ما وقتی که صحبت میکنیم از ایمان، خب یک کسی خواهد میاد بگه آقا ایمان که هست، بله ایمان هست، خدا هم هست، پیغمبر هم هست، بله درسته، و اما قرآن هم هست، کتاب‌های آسمانی هم هست، اما قیامتی نیست. یکی دیگه بیاد بگه که خب همه اینها هستن، قیامت هم هست، حساب کتاب هم هست، خدا هم هست، پیغمبر هم هست، ادیان دیگه هم هستن، اما چیزی به اسم فرشته و این چیزا اینا همش تخیلات و اینا دروغه، همچین چیزی وجود نداره. یک کسی دیگه بیاد صحبت بکنه که بگه آقا اصلا به هر حال خدایی هست، شکی در این نیست که خدایی هست، پیغمبری هم هست، اما این چیزایی که به اسم کتاب‌های آسمانی مطرح میشه و این کتاب‌های آسمانی گفته میشه، اینو از آسمون نیومده، اینا زایده ذهن انبیاست، خود این پیغمبرها هست، پیش خودشون به هر حال چیزهایی نوشتن و انسان‌های فوق‌العاده‌ای بودن، انسان‌های بسیار زیرکی بودن، شخصیت‌های بسیار فرهیخته بودن، اینها اومدن با توجه به نیاز بشر چیزهایی از پیش خودشون نوشتن و در زمانی خودشون هم جواب داده و بعدش هر کسی یک چیز دیگه می‌نویسه. برداشت‌های مختلفی از ایمان هست. برداشت‌های مختلفی از ایمان هست که هر کسی میاد و ایمان یک جوری معرفی میکنه. حتی در خود معرفی ایمان به الله متعال، خود معرفی الله متعال برداشت‌های مختلفی هست. هر ایمانی قابل قبول نیست. هر ایمانی قابل قبول نیست. در
آیات قرآن، این برداشت از آیات قرآن کریم است. مثلا خود شیطان ایمان به الله تعالی داره، وقتی که خودش گفت که رب خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدای من رو تو از خلق کردی از آتش، این آدم از گل و خاک خلق کردی، من همیشه آتش بالای خاک، من چطور سجده بکنم چیزی رو که اصل مادهش پایینتر از اصل ماده منه؟ چی گفت؟ رب، یعنی بارالله، خدایا. به خدا بودن الله متعال اعتقاد داشت، به رب بودنش، به خالق بودن الله متعال اعتقاد داشت، اعتراف کرد که الله متعال خالقش. قال فبعزتک، باز در ادامه همین حکایت تمردش از سجده آدم علیه السلام گفت که فبعزتک، قسم به عزت تو، به صفات، برخی صفات الله متعال، به صفات جلالی و عظمت الله متعال اعتقاد داره. دقیقاً. گفت انظرنی الی یوم یبعثون، به من تا روز قیامت مهلت بده، به قیامت هم اعتقاد داره. این ایمان هست یا نیست؟ ایمان به الله، ایمان به صفات الله متعال، ایمان به روز قیامت، این ایمان داره. اما این ایمان به دردش خورد یا نخورد؟ ما وقتی که ابوجهل رو معرفی میکنه الله متعال، ولی ان سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، اگر پیغمبر من از ابوجهل و ابولهب و همین مشرکین مکه بپرسی که خالق آسمان و زمین کی، میگن الله. قل من یرزقکم من السماء والارض، کیه که از به شما، به اونا بگید پیامبر من، به اینها بگو، مخاطبین مشرکین مکه اینجا مراد هستن در آیه 31 سوره مبارکه یونس، چه کسانی هستن که به شما رزق میدن از آسمان و زمین؟ من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع، کیه که مالک گوشه، والابصار والافئده، مالک گوش و چشم و قلب ها کیه؟ و من یدبر، ما یخرج الحی من المیت، کی مرده را زنده خارج میکنه و زنده را از مرده. و من یدبر الامر، کی که تدبیر امور عالم به دستشه. ببینید چند بخش این که کسی کیه که روزی میده، کیه که مالک گوش و چشم و قلب شماست، کیه که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میکنه، کیه که تدبیر امور عالم به دستشه. این همش ایمانه. ایمان به وجود الله تعالی است، ایمان به اعتراف به تدبیر الله متعال، به خالقیت الله متعال، به ربوبیت الله متعال. فسیقولون الله، خود الله متعال میفرماید ابوجهل و ابولهب هم انقدر روش ایمان داشتن. فسیقولون الله، میگفتن الله متعال. آیا ایمان ابوجهل قبول شد؟ آیا ایمان ابولهب قبول شد؟ آیا ایمان شیطان قبول شد؟ اینها قبول نشد. پس هر ایمانی قبول نیست. خود الله تعالی میفرمود در ابتدای سوره مبارکه بقره که انسان‌هایی میگن که ما ایمان به الله روز قیامت داریم اما ایمان ندارن. اینها هم لا یؤمنون. اما پس وقتی که هر ایمانی قابل قبول نیست، من از کجا بفهمم که ایمان من قابل قبول هست یا نیست؟ وقتی که شیطان قبول داره خداوند رو به عنوان خالق، خیلی از ما متاسفانه ایمانهای ما ایمانهای شیطانیه. این یک واقعیت تلخه. خیلی از ما ایمانهای ابوجهلیه. ما فکر می‌کنیم که ابوجهل منکر وجود الله تعالی بود. نه، به ما اشتباه گفتن. کسانی که به ما در گوش ما، هر کسی که میگه ابوجهل منکر وجود الله تعالی بود، منکر خالق بودن الله متعال بود، این نفهمیده معنای آنچه رو که الله متعال در قرآن کریم بیان میکنه. قرآن کریم وقتی که میاد بیان میکنه و مطرح میکنه اعتقاد و باور اونها رو، ما میبینیم که اونها به الله متعال به عنوان خالق چرا اصلا کعبه رو احترام میگذاشتن؟ چرا قریش به کعبه احترام میگذاشت؟ احترام به کعبه به خاطر چی بود قبل از اسلام؟ دقیقاً. چرا احترام میگذاشت؟ این حجی که دور کعبه انجام میدادن چی بود؟ حکایت چی بود؟ این بحث حتی مشاهیر ابراهیمی که داشتن به ابراهیم علیه السلام برایشون محترم بود و مقدس بود. برای چی مقدس بود؟ حتی ما بود پرستیاشون هم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این هم یک نوعی اون رو از ایمان و تقرب به الله تعالی میدونستن که اینها مجسمه اولیای الله تعالی هستن، اینها بزرگانی هستن از الله متعال که بین ما و الله متعال واسطه میشن و رابطه بین ما و الله تعالی برقرار میکنن. پس برداشت های مختلفی از ایمان هست. ایمان یعنی چی؟ ایمان، کدوم ایمان قابل قبوله؟ کدوم ایمان رو الله تعالی میپذیره؟ من ایمان دارم، بله به الله تعالی ایمان دارم. انسان‌های دیگه هم هستن که الله متعال، انسان‌هایی هستن که الله متعال به اونها اختیاراتی داده که اونها با اذن الله تعالی این اختیارات رو دارن. آیا ایمان قبوله؟ عده‌ای گفتن عیسی ابن الله، عده‌ای گفتن عزیر ابن الله، عده‌ای گفتن فلانی ید الله، عده‌ای گفتن فلانی اذن الله، عده‌ای گفتن فلانی. میگن این حرفا رو مگه نمیشنیم؟ آیا اینها، این تعبیر، این برداشت و باور هم در دایره ایمانی که مورد قبول الله متعال هست، آن ایمانی که قرآن کریم برای ما معرفی میکنه، میگنجه یا نمیگنجه؟ اینو ما باید بررسی بکنیم. اینو باید بشینیم ببینیم که آیا ایمان ما واقعا اون ایمانی است که قرآن از ما میخواد یا نمیخواد. چرا من مسلمان باید در زندگیم طعم لذت عبادت الله متعال رو تجربه نکنم؟
اگر من تا به امروز از نمازم لذت نبردم و در نماز برای من یک عادت نه یک عبادت، از خوردن برنج و گوشت و ساندویچ و میوه و نوشیدنی و بستنی و این و اون و این لذت میبرم، با عشق و علاقه میرم سر سفره بشینم، با لذت هم میخورم، اما نماز رو باید با زور برم نماز، یک جایی از ایمان من میلنگه. اگر من الان در توکلم به الله تعالی، در زندگی خودم، در مشکلاتم، در سختی هام دچار تزلزل میشم، میلرزم، شروع میکنم خودم رو میبازم، سخت پریشان میشم، هرچی به دهنم در میاد میگم، نمیدونم چی کار بکنم، باید برگردم ایمانم رو یک مراجعه بکنم. یک مشکلی در ایمان من هست. اگر من وقتی که قرآن رو میخونم یا اصلا نمیخونم، سراغ قرآن نمیرم، یا وقتی میخونم تأثیر در من نمیذاره، اینجا باید برگردم یک مراجعه بکنم. من قلبي الحيران